در این لحظه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به اتفاق حضرت حایل سلسی از آرامگاه بیرون می آید. در پشت سر ایشان اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی دیده می شود. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مشغول صحبت با اعلیحضرت حایل سلسی اول امپراتور اتیوپی هستند. در این لحظه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و میهمانان عالیقدرشان از در ورودی محوطه آرامگاه به بیرون تشریف بردند.